سلام دوستان، خسته نباشین. یه بازی جذاب این سری سال 2024 که ترند شده، چین آرنا، یکی از بازی های پر گرافیک امسال که کمپانی دیمیژن اینو ارائه کرده. همونطور که میبینید جوایزی که این بازی ارائه داده به بازیکنانش بسیار جذاب بوده و ایردراپ های خوبی هم فعلا گذاشتن. همونطور که میبینید این بازی از سطح بالایی برخورداره، چون نسبت به سیزن یکش خیلی بالاست و من پیشنهاد میکنم که حتما این بازی رو بازی کنید. این طریق میتونید جوایزها رو ببینید، الماساتون همیشه بگیرین چون اینا بعدش به درد میخوره براتون برای آپگرید کردن کاربرای دیگه. این قسمت ها که میزنید نیروی بازیکن خودتون رو میبرید بالا. هرچی بازیکن خودتون رو برین بالا، پیشرفت و لول بالای بازی در اختیار شماست. خب من به لول 66 بازی میخوام برسم، چون سرعت عملی که من دارم خرج میکنم مطمئنا جواب میده. همونطور که میبینید بازی از گرافیک خیلی بالایی برخورداره. من مشابه همچین بازی رو ندیدم و واقعا از این بازی لذت میبرم و به همتون پیشنهاد میکنم که حتما این بازی رو بازی کنید. خیلی لذت بخش. و همزمان این بازی در حال ارتقای خودشه، از نسخه بتاش اومده بیرون و یه تجربه خیلی بزرگی میتونه براتون باشه تو دنیای گیم.